مناسبتی این داریم، یعنی از تاریخ 16 که شما اعلام کردید تا 19 که من اعلام کردم تولد این گل پسره. درسته. بین المناسبتی 19 بود اون 16 بود. بس حالا 16 هم باشه دیگه، چه اشکالی داره؟ آره اشکال نداره. اشکال نداره. تولد یکی از عزیزان داداش بزرگوارم حاج احمد مصطفی در همدان که ما برنامه‌ریزی انسانی داریم که داداش بزرگواره، امیدوارم همه بزرگان ما قدردانی کنیم، ما همیشه ایشان رو ستایش کنیم و از اینجا بگیم حاج احمد تولدت مبارک. سلامتی سلام. 881 آقای اصلا مکانت رو دوست دارم. گفتن دارم برنامه‌تون رو میشنوم، حقیقتا چون خود آدم باحالی هستی. آقی